من متولد 1325 هستم. تهران به دنیا آمدم، پلچوبی. بعد به محله های پایین شهر رفتیم و اونجا با پدرم مادرم زندگی رو ادامه دادیم. مرسوادی برادر کوچکتر من دارم که 3 سال از من کوچکتره. یه برادر دیگه دارم که در مشهد زندگی میکنه، حدود 10 سال از من بزرگتره. میتونم بگم که موسیقی رو از خونه دوست شاعرم که هم ترانه سرا بود و هم تئاتر نویس توانا، ایرج جنتی عطایی، ما همیشه با هم واقعا انگار که اون جزء خانواده ماست و من جزئی از خانواده اونا. پدر ایرج تار میزد و ما کتاب حافظ رو میگرفتیم و به اصطلاح برای مادر ایرج میخوندیم و مسابقه میدادیم. همیشه اون انقدر منو دوست داشتن که منو برنده میکردن. در صورت همطوری ادامه دادیم تا 19-20 سالگی که من دیپلم ریاضی گرفتم و اپرای تهران رفتم و اونجا شاگرد خانم اولین باغچبان و آقایون دیگه‌ای بودن که جز خانم اولین باغچبان، آقای سمین باغچبان، آقای نصرت زابوری، آقای اسکندری، همه دوستان اونجا، دوستای خوبی من اونجا پیدا کردم، مثل آقای اسفندیار قره‌باغی که خودش به تنهایی میتونه یه گروه باس رو بخونه واقعا، اینقدر سولفژش قویه. در صورت بعد که من بعد از اونجا به ترانه رو آوردم، محمد اوشال حق بزرگی به گردن من داره، چون من اکومپانیمان رو پیش محمد اوشال یاد گرفتم و از نوع اکومپانیمان محمد اوشال خیلی لذت می بردم. آکوردهای دیسونانس و خیلی مشکل استفاده می کرد که من اینا رو پیگیر بودم و خیلی از اوقات به منزلشون می رفتم و با من کار می کرد. اولین بار برای چه فیلم موسیقی متن ساختید؟ اولین بار برای فیلم شاپور غریب موسیقی فیلم. اون زمان من جوانتر از این بودم که موسیقی فیلم بنویسم. ترانه‌ای ساختم که شعرش مال ایرج بود که عارف خوند رو به نام ای خدا حرفی بزن اگه گوشت بمنه. بعد این ترانه رو آقای واروژان تنظیم کرد که توی فیلم، لابلای فیلم استفاده شد و خدایش بیامرزد آقای روبیک منصوری که گفت حیف این ترانه که من این ور اون ور این موزیک خارجی بگذارم که فیلم رو ادامه بدیم. و با همون
کاری که آقای واروژان ضبط کرد من هم سعی میکردم که به جرگه آرانژمان کننده ها بپیوندم. بر صورت برای اولین فیلم برای این فیلم موسیقی نوشتم که اسم فیلم غریبه بود دوستان. اسمش غریبه، اسم فیلم غریبه بود که آقای بهروز موسیقی بازی کرده بودن. آقای فهمیزاده. من بعد فیلم بعدی که کارگردانش آقای میم صفار بود به نام خورشید در مرداب. خورشید در مرداب من آهنگ جنگل رو ساختم که داریوش خوند و میخوام بگم که تقریبا این جوون اون زمان همه به دنبال این بودن که آهنگی بخونن و ترقص به وجود بیارن، اما داریوش سوای همه حرکت میکرد. پشت سر جهنمه رو خوند و بعد از این فیلم آقای خسرو هریتاش به نام برهنه تا ظهر با سرعت که این فیلم رو موسیقی نوشتم به تنهایی و آرانژمان خودم و تماما این فیلم و خورشید در مرداب تنظیم خودم انجام دادم و بدین طریق به جرگه حالا نه به اندازه اوشال اما به جرگه آرانژمان کننده ها پیوستم. و فیلم های دیگه ای هست که من قبل از انقلاب موسیقی ساختم، مثل فریاد زیر آب، کار آقای سیروس الوند و شب آفتابی که داریوش توی این فیلم عروسک قصه من خوند و این هم باز گل کرد تو زمان خودش که تنظیم ها مال خودم بود و کار کردم و تا قبل از انقلاب کار دیگه یادم نمیاد. یکی از قصه های بهازین رو که آقای حسین مختاری فیلم کوتاهی ساخته بود آقای کسبیان بازی میکرد، اینم موسیقی نوشتم و دیگه یادم نمیاد. توی لحظات انقلاب رفتیم. دار را بشکنید و تنور را خاموش کنید. رای من برمیگردد. رای من نیست و رای من افسانه همان میماند. این پیکره بیجان را بردار کنید. پادشاه را؟ بیدرنگ، این آسیابان است. چون این کار زشت کرده شد آگاه هم کنید. ای موبد، آیا نباید سرود بخوانید؟ برویم. تاریخ را پیروز شدگان می نویسند. اولین فیلمی که شما بعد از انقلاب کار کردید فیلمی بود از ساخته های استاد بیضایی به اسم مرگ یزدگرد که هم فیلم بسیار زیبایی بود و موسیقی شما موسیقی بسیار زیبایی بود و بعد از اون کارهایی مثل نقطه ضعف و اینکه کلا در بعد از انقلاب اکثر فیلم های طراز اول ساخته شده در ایران و اکثر کارگردان های طراز اول داخل ایران برای فیلم هاشون با شما کار کردن. میخواستم در مورد این دو برامون توضیح بدیم که مرگ یزدگرد چجوری شکل گرفت، همکاری بعدیتون با استاد بیضایی و در کل کارهایی که در زمینه موسیقی فیلم در طی این سالها انجام دادید با کارگردانان بزرگی مثل جدا از آقای بیضایی، مثل آقای کیمیایی، آقای بزرگنیا و دیگر اساتید سینما. من اولین کاری که من آقای بیضایی ساختم همین مرگ یزدگرد بود که فکر میکنم از 2-3-4 قطعه من بیشتر استفاده نکردم و بعد توی فیلم های دیگه مثل شاید وقتی دیگر تماما
حرکتی که خود بیضایی میخواست و حرکتی که توی فیلم بود و حرکت من کلا فیلم های هیچکاک رو همه رو نگاه کردم که دیگه تو خونمون واقعا برای من یه حالت چیز پیدا کرده بود، از بر شده بودم تمام صحنه ها رو. و مارنی، ورتیگو، اینا حرکت هایی در فیلم بود که من موسیقی رو هم همونطور ادامه دادم که بعدن که خواستن روزنامه ها تعریف بکنن به من نوشتن با اینکه موسیقی شبیه برنارد هرمنه، در صورتی که شبیه برنارد هرمن نبود. برنارد هرمن انقدر بزرگه که اگر من میتونستم یک میزان پامو بذارم جای پای برنارد هرمن افتخار میکردم. بعد فیلم نقطه ضعف آقای اعلامی رو کار کردم، ریشه در خون دوباره آقای سیروس الوند، و همینطور ادامه دادیم با آقای بیضایی. بعد از شاید وقت دیگر که سال 66 کار کردم برای شاگرد ایشون، برای انسان همیشه پاک واروژ کریم مسیحی، من موسیقی پرده آخر رو کار کردم و همین سال موسیقی فیلم عروس رو برای بهروز افخمی نوشتم که اون سال من یادمه که حدود 6-7 سال من کاندید بودم، ولی توی این جشنواره به اصطلاح 1369 من یادمه که 5 تا آهنگساز معرفی کردن که از این 5 تا 3 نفرش خودم بودم و برای عروس به من جایزه دادن و من کارم رو ادامه دادم و به هر صورت جایزه چیز بدی نبود، اما برای من دیگه اون موقع جایزه اهمیت نداشت. برای من کار اهمیت داشت و زیبایی کار. من کارم رو ادامه دادم توی عروسی خوبان با محسن مخملباف و فیلم های دیگه مثل کشتی آنجلیکا که کارگردان اون آقای محمد بزرگویا، یک انسان به تمام معنا و دوست صمیمی من، مهندس فریدون حمیدی که تهیه کننده این فیلم بود، لحظه به لحظه با موسیقی من همراه بود و منو تشویق میکرد و اگر میدید که روحیه من رو به سیاهی داره میره، اون منو زنده میکرد، دوباره یک نفس تازه در من میدمید و من موسیقی کشتی آنجلیکا رو تحویلشون دادم که فکر میکنم یکی از کارهای ملودی که من باشه تو زمان خودش خیلی از بچه ها که روی صدای فیلم کار میکردن از این موسیقی لذت بردند و به هر صورت مثل آقای احمد خانزادی که صداگذار این فیلم بود، صدا برداری این فیلم رو انجام دادن.
بر فیلم تختی قرار بود که خب من فکر میکنم آقای حاتمی از یه نوع با یه دید خاصی فیلم میخواست بسازه که خب به اصطلاح متاسفانه نتونست ادامه بده. آقای بهروز افخمی این وظیفه رو به عهده گرفتن و من با آقای بهروز افخمی که همگام بودیم توی این، بدون اینکه من از فیلم زمانی داشته باشم، هیچ زمانی نداشتم و توأماً 2 موسیقی فیلم اون روز نوشتم در فاصله 10 روز. یکی فیلم مرسدس بود، یکی فیلم تختی که همه اینا با استقبال روبرو شد و هر کدوم موسیقی خاص خودش که با فیلم کیمیایی من مانی رهنما رو یه ترانه براش ساختم که فیلم هم پخش نشد، ولی خارج از فیلم این ترانه گل کرد و خیلی به خواننده به اسم مانی رهنما متولد شد. بی تو به کابوس و به رویا مشکوکم، به شعله به پروانه حتی مشکوکم. با کوچه آواز رفتن نیست، فانوس رفاقت روشن نیست. نترس از هجوم حضورم، چیزی جز از همکاری‌های مشترکتون با خانم میلانی بعد 2 زن رو من با ایشون کار کردم، بعد قرمز رو با آقای جیرانی کار کردم. استاد همکاریتون با آقای کیمیایی از کجا شروع شد؟ اگر من توضیح بدم که همکاری من و آقای کیمیایی لحظه‌ای که من 18 سالم بود، 17 سالم بود، اسفندیار منفردزاده براشون رضا موتوری رو کار کرده بودم که به نظر من یکی از زیباترین ملودی هایی که توی موسیقی فیلم، ترانه هایی که فرهاد خونده و توی موسیقی فیلم استفاده شده اینه. من از همون موقع عشق همکاری با آقای کیمیایی داشتم که همینطوری گذشت تا آمدیم تو سال 75 بود که 10 سال قبل که فیلم مرسدس رو من کار کردم با آقای کیمیایی. بعد از اون فیلم فریاد رو کار کردم و بعد من افتخار همکاری نداشتم چون من با بچه هم به سفر قبل از اینکه البته بعد از اینها من سریال ولایت عشق رو کار کردم که فکر میکنم یکی از موسیقی‌های حرفه‌ای من این سریال باشه و آقای اصفهانی چند تا ترانه زیبا حتی به زبان عربی من ملودی ساختم و آقای اصفهانی اجرا کرد که خیلی من علاقه‌مند صدای آقای اصفهانی هستم. بنگر که از 7 آسمان جایی فراسوی زمان نوری حبوط می کند در غربت این لامکان. بنگر که دریا خون شده، فواره ها گلگون شده، لیلای بی دل را ببین از عشق تو مجنون شده.
در این غروب واپسین از شطر خورشید یقین نور حقیقت می چکد بر خاک مشکوک زمین. خدمتتون عرض کنم ولایت عشق رو ساختم که فکر میکنم که من زیر آب رفتم انگار یک حاله از نور منو برد زیر آب و تا این موسیقی تمام شد. 20 ماه طول کشید و وقتی اومدم بالا دیدم که خب من قرار بود که 200 خورده دقیقه موسیقی بسازم که همینقدر موسیقی ساختم، حدود 270-80 دقیقه موسیقی ساختم که این من از زیر موسیقی مقداری موسیقی در آوردم که حدود 600 دقیقه شد. همین موسیقی انگاری که مثلا یه جا خلوت‌تره، یه جا تندتره، یه جا پروپیمونتره، یه جا نه، فقط یه صدای ساز اصلی داره میاد که ملودی رو مینوازه. برای شخصیت‌های فیلم، برای شخصیت هارون من یک تم ساختم، برای ایرونی‌هایی که تو پرده اول بودن یه تم ساختم و برای مأمون یه تم خاص، برای فضل ابن سهر تم دیگه‌ای که دوباره اون پسر هارون مأمون نه امین یه تم ساختم که زبیده مادرش بود که اینا همه تمای خاص بعد تلفیق میشد تو هم دیگه. به هر صورت اینو تبدیل به 200 خورده دقیقه موسیقی رو من از زیر اینها موسیقی کشیدم بیرون و 600 دقیقه موسیقی شد که اینجا یک شانس دوباره‌ای داشتم که آقای محسن روشن اومدن و از این موسیقی‌ها بهره گیری کردن و تقریباً سریال که بسته شد، تمام سریال که بسته شد، من فکر میکنم 1000 خورده دقیقه ما از همین 600 دقیقه تبدیلش کردیم به 1000 خورده دقیقه توسط آقای محسن روشن و من خیلی لذت می‌بردم از همکاری کنار ایشون و به کارشون خیلی وارد هستن. به هر صورت تا لحظه‌ای که دو قلوها باربد بامداد رو من به کانادا بردم. اونجا 2 سالی من با بچه هام بودم و هیچ موسیقی نساختم، هیچ کاری نکردم تا این بچه ها رشد خودشون رو اونقدر تو زبان، توی مسائل موسیقی اینا رشد کامل خودشون رو به دست بیارن و جایگاه خودشون رو به دست بیارن. راهی که دارن میرن تو هوای سرد تورنتو، بچه ها تقریبا خیلی خیلی به من کمک کردن و شب و روز ما با هم بودیم و موقعی که اون برگشتیم اینجا، البته ناگفته نمونه من قبل از اینها یه پسری داشتم که اگه در قید حیات بود الان 35 سالش بود و به اسم مانی که نگرانی ناراحتی خونی داشت و تو سن 10 سال و نیم زندگی کرد. بعد واقعا خدا جون من رو با خودش برد و نمیدونید 1 سال من بیقرار بودم و هیچ کاری نمیتونستم بکنم. بعد مانی رهنما آمد که اسم مانی رو برای خودش انتخاب کرد و همش میگفت من مانی هستم و حالا سنن مانی رهنما از مانی من
من فکر میکنم چند ماه بزرگتره. به هر صورت توی تمام موسیقی های من، همونطوری که توی موسیقی شاید وقت دیگر بازی سوسن تسلیمی تو موسیقی من جاریه و شعور سینمایی آقای بیضایی، همینطور مانی هم توی موسیقی های من که با آقای شاملو کار کردم جاریه. قطعاتی که تو سکوت سرشار از ناگفته هاست و چیدن سپیده دم، اینهایی که ساختم که با کار کردن با آقای شاملو هر لحظهش برای من افتخار بود. برسادی همکاری رو داشتم و حالا میتونم که بگم چی کار کردم چی کار نکردم. روی دیوار اتاقم توی قاب عکس چوبی تو کنارمی هنوزم با یه دنیا عشق و خوبی، تو کنارمی هنوزم میونه این همه دیوار، هنوزم چشمای نازت به چشام زل زده انگار. گل سرخ یادگاریت میگه که آهای دیوونه اون دیگه بر نمیگرده، چرا یادت نمیمونه، چرا یادت نمیمونه، چرا یادت نمیمونه. مسافران بیضایی برای من یک همکاری افتخارآمیز با بیضایی بود. درست همونطوری که بیضایی منو به تو هوای بعد از خونه بیضایی به خونه می اومدم و توی من یه ماشین کوچیک داشتم، رنو بود و چنان همه چی به مثل طوفان به این رنو پاچیده می شد، اما من پیش می رفتم اومدم خونه و تم مسافران رو ساختم که بیضایی همیشه می گفت ما توی این موسیقی اهل ملودی نیستیم. من هم توی این موسیقی اهل ملودی نبودم. من با هارمونی خاص موسیقیم رو، ناباوری خانم بزرگ رو به موسیقی کشوندم. درست انگار که مثلا یه خبر بد به آدم میدن، آدم گوش آدم زنگ میزنه، همون زنگ تو گوش خطر و تو گوش یک انسان رو من موسیقی کردم. درست انگار که یک تار موی یک کسی که موهاش بلنده یک تار موشو بکشن و چشمش آب میفته و این یه صدای تو گوشش میپیچه. همین رو کردم موسیقی ناباوری خانم بزرگ توی فیلم مسافران که هر لحظهش اون لحظه‌ای که پرده پاره میشه و پرده ها رو پاره میکنن، لحظه جیغه که این نمیتونستم که اینجا دیگه خودم از شاید وقت دیگر جدا کنم. درست همونطور ادامه دادم و موسیقی مسافران به هر صورت با شعور بیضایی و دانش بیضایی و بازی خانم مژده شمسایی این موسیقی رو به پایان رسوندم.
خاطرات خیلی مهمیه برای من. وقتی که عروسی خوبان رو برای محسن مخملباف کار کردم، وقتی که کشتی آنجلیکا رو برای محمد بزرگیا و فیلم های دیگه که حدود 100 تا فیلم سینمایی من کار کردم که 20 تا از این فیلم ها برای من یک حالت افتخاره. آقای بایات، در مورد سریال هایی که براشون موسیقی کار کردیم که موسیقی های بسیار زیبا و غیرت ماندنی هستن، سریال ولایت عشق اشاره کردید. اگر میشه از سلطان و شبان و پهلوانان هم برای ما بگیم، موسیقی هایی که سالهاست مردم باش عجینن و هیچگاه فراموش نخواهند شد. برای سلطان و شبان برای داریوش فرهنگ کار کردم که خب از اون کارم لذت بردم تو زمان خودش، و پهلوانان که آقای حسن فتحی کارگردانش بودن، اونم یه سبک و سیاق خاص داشت و از اونم راضیم که آقای اصفهانی آهنگی خوند که من رو شعر مولانا کار کردم. ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچ است از جهان، بر گوش جانم میرسد طبل رحیل از آسمان. اصفهانی خیلی زیبا خونده و دست کری که اون زمان آقای اخوان، محمد رضا اخوان با من یک گروهی داشتن که برای من بیشتر کار میکردن و خیلی گروه خوبی بود که با رفتن آقای اخوان به کانادا خب این گروه هم تقریبا از هم پاچید. فقط خانم سودابه شمس بود که تو شاید وقت دیگر با من همکاری داشت و خیلی از صدای ایشون، چون هم سوپرانو میخونه و هم آلتو و سولفژشون بسیار خوبه، من بهره گیری زیاد کردم. از پیانوی آقای آندره آرزومانیان، اون پنجه های زیبای آندره آرزومانیان من زیاد بهره گیری کردم و واقعا لذت بردم به لحظاتی که از خود من حسش جلو میزد، از حس من جلو میزد آندره و من لذت میبردم. ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچ است از جهان، در گوش جانم میرسد طبل رحیل از آسمان. این بانگ ها از پیش و پس بانگ رحیل است و جرس، هر لحظه ای نفس و نفس سر می کشد در لامکان. زین شمع‌های سرنگون، زین پرده های نیلگون، خلقی عجب آید برون تا غیب ها گردد عیان. آقای بایات، اشاره کردید به همکاریتون با آقای شاملو زمانی که موسیقی سکوت سرشار از ناگفته هاست و
چیدن سپیده‌دم به ذهن آدم میاد، آدم دوچار حالتی میشه که قابل توصیف نیست. میخواستم از اینکه از این برای ما بگیم که همکاریتون با آقای شاملو چگونه آغاز شد، کما اینکه آقای شاملو همیشه میفرمودن که این موسیقی ها آداجیوی آقای بیاته. میخوام که از اون روزها برامون تعریف کنیم و اینکه سکوت چگونه متولد شد. من یه دوستی داشتم به نام ابراهیم زالزاده که خب الان ندارمش، خدایش بیامرزد. ایشون باعث همکاری من و آقای شاملو شدن که خیلی نمیدونم توی دلم همیشه این حالت تشکر و سپاسگزاری رو دارم نسبت به امیر ابراهیم زالزاده که ما امیر بهش میگفتیم، امیر زالزاده. و در صورت ایشون به این دلیل بود که و من وقتی که ساعت 6 بعد از ظهر بود که به من گفت که خیلی دیر شده دیگه، ما میخوایم این موسیقی رو ضبط بکنیم، من با حس مانی رفتم توی موسیقی و با حس مانی اون قطعه‌ای که اینطوری شروع میشه تماما حس ملودی مانی بود. مانی با من توی این ساخت موسیقی انگار که پشت سر من در گرمای دهانش رو حس می‌کردم. دلتنگی‌های آدمی را باد ترانه‌ای می‌خواند، رؤیاهایش را آسمان پرستاره نادیده می‌گیرد و هر دانه برفی به اشکی نریخته می‌ماند. سکوت سرشار از سخنان ناگفته است، از حرکات ناکرده، اعتراف به عشق‌های نهان و شگفتی‌های بر زبان نیامده. در این سکوت حقیقت ما نهفته است، حقیقت تو و من. از ساعت 6 بعد از ظهر وقتی دیدم که عجله توی این کار هست، حس از پسرم مانی گرفتم و این قطعی که براتون همینطوری جسته با گریخته زدن، این حسی بود که مانی به من داد و من این قطعه رو ساعت 6 شروع کردم. شاید ساعت 9 بود که من پارتیسیونم کامل شد و فرداش رفتم توی ضبط. همین قطعه سکوت سرشار از ناگفته هاست که بعد بیشتر از یک موسیقی فیلم به نام نقطه ضعف من داشتم که بقیه قطعات رو از موسیقی نقطه ضعف استفاده کردیم که گامش با این یکی بود و خیلی با هم عجین بودن. اینا وقتی پشت هم نواخته می شدن انگار یک موسیقی هستن و انگار فقط مانیه، فقط آقای شاملوه، فقط امیر زالزاده است و اینجا آخر همه اینا من هستم. پرده آخرت اگر کوچه تو بود و بغض بر قصه عشقی که هنوز دلگیره و ترانه سوز رو آسمونا بنویس
سفر دوباره بچگی نکن، با این شکست بال و پر دیگه غریبگی نکن. آقای بیات از صدای آقای شاملو به چه صورتی استفاده کردین؟ چه حکمی داشت صدای آقای شاملو برای شما توی این موسیقی؟ آقای شاملو برای من صدای ویولنسل رو خیلی میپسندم. همیشه صدای آقای شاملو رو به ویولنسل تشبیه میکردم و میگفتم صدای ایشون به نرمی یک ویولنسل صحبت میکنن. یعنی وقتی شعر خودشون رو میخونن و این اشعار که ترجمه آقای شاملو بود از اشعار مارگوت پیکل، بله، که میگفت دلتنگی های آدمی را باد ترانه میخواند، رویاهایش را آسمان پرستاره نادیده میگیرد و هر دانه برفی به اشکی نریخته میماند. صدای شاملو درست مثل یک ویولنسل بود. خدایش بیامرزه. دیگه اون صدا ما کجا میتونیم پیدا کنیم که اونطوری شعر بخونه، اونطوری شعور شعر گفتن داشته باشه، شعر خودش رو به این زیبایی بخونه. و من هر لحظه که شب میخوام بخوابم با حسرت همکاری با شاملو شب میخوابم و با حسرت و با آمادگی همکاریم از خواب بیدار میشم.